سلام و درودی به پایان به همه شما دوستان عزیز. ای مبین هزارها خیلی هم دلم میسوزه، همه گیره میکنه، همه مقصد که التماس پالون گفتمی گیره کردستیان. بعد نشید یک برادر با تلفن این تاجیکستان برآمد که یک مادر بسیاری بعد مقصد یک هنرمند ماده برآمد التماس یک بار گپای همون مادر گوش که چی میخواه. بعد در آمدم هم درون همون نمره‌ای که داد همون نمره رو یافتم، قطعش صحبت کردم. اینا برادرای عزیز پای مرا میگه خیر آسیا بیو، مقصد بخیر یا بار بیا ای حال غریبا ببین. میگه زمانی بود که میگه مقصد همین بچه‌ای ما میگه همه در یوردان میکرد، امروز میگه اینا دو ماشین میگه در رامیناتسیا همین جای مقصدی ماشین زده ایشا رانیمات زده خوای میگه. ما قطعا مادر گپ زدم، میگه مرا بگی در همون یوتیوب همون چی خیلی میکنید، میگه هم خیلی مرا پارتو که مرا خلق دستگیری کنه، میگه آدمای خیرخواه مرا دستگیری کنه. اینا باور نکنید ما زنگ میزنم بچه‌های عزیز، برادرای عزیز، یک جویا چی میکنیم میبینیم و صحبت مادر دم میبینیم که مادر چی میخواه، یک جویا میبینیم و مقصد که اگر که بگه بخیر بیا راسیا میخزه میریم راسیا هیچ گپ نیست. کار میکنیم که ما کمی هم باشه خدمت خمونو برسونیم، کمک خمونو برسونیم. سلام علیکم بچه جان. سلام علیکم بچه جان. خوب هستید؟ اینجا هستین؟ کارکاتون خوب است؟ خدا بشکر. خودتون چه؟ سوز مقصد دردری بالنیسین از شما؟ رحمتی کلام بچه جان که یکانه بلاگری که تلفنمون برداشتید بچه جان. رحمتی کلام اولا بود. زنده باشه اکم. زنده باشه. هم بلاگرها میخوان کمک کنن و اکم مقصد که وقت همین مقصد که اکینا در تقدیر ما این بین هزارها گفت موزیکی همین شما در اینا ما برآمدیم ان شاء الله که صحبت میکنیم. اپا جان ما را یک تا بفهمونین چی گپای چی خبره چی گپ شده ان شاء الله که هستن برادرای خیرخواه دست شما را میگیریم. فرزند من 22 ساله بچه 13 مارس فرامده یک شفیور به یاردم میتیاغم بالون علیش میکنم گفت یاردم به فرامد در جای یاردم دودگیش یک پاتریوت اومده سکه دزد دو تاش مردن من این دو ماشو دریانت سومه یگر اومد به همین زونت میتیان دارو کسی نفس میگیرد در دو ماه چی داشتیم چی تونستیم تمام قرض هم کردیم بچه جان تمام همه دیگر قوت نمون اکو مجبور هستیم اینا باید مسکو بریم یکون جای دیگه بریم ایروز نداریم دیگر. همین از مردم خیرخواه میخواهم که آخر اقوان یاردم کرنتونن دعای کنن. گپ نیست اوچه جان. من فهمیدم شما را. گوش کنید اوچه جان، شما در کجای مسکو این؟ در ارنبورسکی اوبلاست گورد بزرگ. ارنبورسکی اوبلاست ها؟ در جای ما یک جای غریبی که کبوما خالص بسازون کام جلوهم بود. شما خیلی زاده ای کجای ختون؟ ای تاجیکستان اگزاش میشین؟ زاده تاجیکستان هم از شهری نو میشم. شهری نو مردم شهری نو میشیم. زنده باشه اپا جان. گوش کنین اپا جانی ما مقصد که بچه تان یوردان در فرو مده که موشین زده ها انشالله که هستم برادرای خیرخواه. ما راستی گپ خیلی شما در این در خدی ارنبورگ بودین، ما در تاجیکستان اگر شما چیزی که بیاین ما میکنم خیلی با باقی مردم خیرخواه میدونه و اینا کارتتون شما روی کنید ما کارتای شما رو میمونم. اگر باشد اگر شود بیایید منو با نزدیک بینید بود روکتی گازنه دو ماه شد مثال در یزمتشونه یگر او میتیانشه تمام بزون یگر بلیون میتیانشه تمام مثال من هر یک کپی چایی که میمونم 5 لیتر کپی روزش که آخر وای نمیشد کامده نمیشد من اول باش جگر کشیدگی شد یک بار دیگه اوچه جان نشان بتین امو چی را بچه تان یک بار دیگه نشان بتین. من جگر کشیدگی 8 قورقه شکستگی 2 پوچه شکستگی
خب او نویا چی دیگه نشون دادین که او بود چی بود و کپل بود انا کپلیتسا 24 ساعت انم کپلیتسا کار میکنه 24 ساعت کپل میمونن شد آچا جان همین برادرای خیرخواه چیزی که بگن ایشالا که اگر بگن برا من میام با پیشتونه یکونی ماه بود در کسلارود بود من از یک هفته شد کسلارود چه میگیرن و میمونن کم کم اکو بیاد دستدن به کسلارود نفس گیرد تمپراتورش 39 39 38 نمی فرود خب من فهمیدم اپا جان حالی که بشوه ایشالا من بتونم اگر میخیزم میام با پیشتونه با ای پیش هم یاردم میکنیم هم کمکتون میکنیم ایشالا دو درکه الهی التماس خلق تاجیک التماس برادران التماس مسلمانان البته هستم برادر خیر خواه سراجان گازدانه نمیتونم در این 2 ماه уже قوتی گازدانیم نمون باور میکنید زنده باشید مادر بودن قیم مادر بودن دشوار 9-8 ماه شد زن گرفتگیشه 9-8 ماه شد توشیدگیشه خب خیلی مادر مرا همه گپاشونه گپ زدم برادر عزیز گفتن که خیلی مقصد قرض زور شدیم و مقصد که همین 2 ماه ما همه کار دیدیم میخوام میگه که مردمی خیرخواه با کمک کنن مودا هیچی گپ نیست اوچا جون همین ما یک جای باشیم 5 روبلی و 10 روبلی اگر یک جای همین برادرها قطعی ما یا کمک کنیم ایشالا که همین برادر با پا میخیزونیم زنده باشن با ایشالا که علاقه میکنیم با ایشالا که صحبت میکنیم اوچا جان این اختم با مردمی خیرخواه با مردمی غریب با مردمی همین برادرای خیرخواه چی گفتنی این خودت بگو اوچا جان هم ما دیده استایت اینا مردم خیرخواه گفتنیم خدا در کاری یگان تایت خور نزند خداوند و یگان تیت سرت خام نکند که همه عذابی کلانترین همین بوده است از همه عذاب قیمترین همین بوده است دیگه چیگم بسمرا جان باور کنید خورتقا محکم شد دیگه گپ هم زدن نمیتونم باور کنید زنده باشه بار دیگه بچه تا نشان تن نامش چی بود؟ نامش فیروز جان نشان تن کو خوب 2 ماه شد کوتی حالی هم منه او 2 ماه شد کوتی بدن رفتگی نیست منه من کپ کوت حالی شد اوچا جان انشالله هستم برادرای خیرخواه ما امید داریم که دستی کمکشون میرسونن همین برادر ای مقصد که ای بالنیسه ساق سلامت میبریم خوب اوچا جان رحمت کلان هزاران با رحمت زنده باشه خوب اوچا جان خوب هانا برادر عزیز ما چی گفتنیم ما میخوام که رنگی شما کمی هم باشه کمک کنید زنده باشه سربلند باشه من همین روزو پیغام ممکن که مثلا من اینجا در اومدم برای عصبام آرام شدن کمکت استراحت کنیم گفتیم عصبا رو آرام کنیم در بین خلق یگان گپ پست و بلند نگیم مود عصبی آرام در کار نکیم که ای دوشنبه همین مادر عزیز چی کسا را کافته یافته با ما علاقه کردن و گفتن التماس همین مادر بیو ایم درون باید کافت من رقم را یافتم و این پیشکش شما گردوندم اکی مادر اول دا گیره کردن مقصد همه کارشون کردن دلشون خالی کردن الکن اینا گپاشون شما شنیدید سربلند خانواد باشین من گفتم که ما در تاجیکستانم شما در روسیه ما خیلی مقصد ما مردم رو پیشنهاد میکنم میگه خیر روسیه بیو خیر انا اکاترینبورگ نیو ارنبورگ خیر همینجا بیو ارنبورگ بیو میگم ما قرض قواله میکنم بیو گفتم دیگه ما راپله که ما میکنم شما همونجا بچه‌تون مقصد که تبابت کنین میگه برای مقصد باور کردن خلق خیلی بیا حالی بچه ما رو ببین ما میگه همه دکترای اینجا اجازه گرفتن که ما بچه‌مو بنوار میگیریم و در یوتیوب میپرتم میگه دکترا اجازه دادن گفتن میگه مال اجازه بنوار بدید شما چیزا میگین نمیگین در کامنتاری بنویسین ما یا که برم یا که سرگردون نشم مقصد هم پول که شما میگذرونین اینا کارت خودشون ما میمونن در بانک شما خیر اختون دریغ نداره برادرای عزیز در این دنیا در اون دنیا صدقه ردی بالا با قول رسول خدا
انشالله رسول خدا وعده داده صدقه‌ای که میکنیم رد بلاهای ما میشه. ما را اینم که بلاهای اول و آخر زمان نگاهبان باشه. هر یک دیرم صدقه میکنیم. سربلند باشین. خداوند بزرگ ای آفت‌های آخر زمان و ای همه طرفه خداوند نگاهبان ما باشه. الله اکبر. زنده باشید.